به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام غنچه های قرآنی. سلام دوست رو یکانی مهربان. سلام بچه های قرآن دوست و قرآن خان. غنچه های قرآنی من شاد و خوش و خورم هستید. امیدوارم در این هوای سرد زمستانی حالتان خوب باشد و مواظب خودتان باشید تا سرما نخورید. بچه ها در برنامه گذشته سوره کوثر رو تمرین کردیم. آماده هستید سوره امروز رو بشنویم؟ سوره‌ای که امروز با هم میخونیم سوره حمد است. اولین سوره قرآن. با هم دیگه به این سوره مبارک گوش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قرآن خوانانی عزیز، با این سوره حمد و فاتحه میگویند. میدانید چرا با این سوره فاتحه میگویند؟ چون اولین سوره و آغازگری قرآن کریم است. بچه ها میدانید سوره فاتحه 7 آیه دارد؟ پیامبر خدا درباره سوره حمد چنین گفتند: هر کس در خانه خودش سوره حمد را قرائت کند، خداوند فقر و نداری را از آن خانه دور میکند. غنچه های من، سوره فاتحه سوره است که هر روز در نمازها خوانده می شود. حتما شنیده اید مثل وقتی که پدرجان یا مادرجانتان نماز می خواندند. همراه ما باشید تا یک باری دیگر به این سوره گوش دهیم و تکرار کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه
رویکانی من، اگر از برنامه غنچه های قرآنی خوشتان آمده باشد، می توانید از پدرجان یا مادرجانتان خواهش کنید تا برنامه های ما را در فیسبوک، یوتیوب، ادنا کلاسیک برایتان پخش کنند و یا به شماره +90 531 623 0676 در واتساپ پیام دهید و در کانال ما ابونه شوید تا اینکه ما برنامه ها را برایتان ارسال کنیم. راستی یک خبر خوش، شما می توانید خودتان هم قرآن می‌خوانید و ضبط کنید و با اجازت والدین برای ما در برنامه غنچه های قرآنی ارسال کنید. ما هم سعی می‌کنیم تا همه آنها را برای دوستانتان پخش کنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.